وقتی که دایم با عذاب محبوس باشیم، مادام در بیچارگی محبوس باشیم، افکارمان باعث شده اینگونه هر بار در عمر تاریکی پی فانوس باشیم. باید که با انسانیت یک بار دیگر درمانگر این فتنه و کابوس باشیم. وقتش شده تا در میان آتش جهل در زندگی مانند یک ققنوس باشیم. باید که با انسانیت یک بار دیگر درمانگر این فتنه و کابوس باشیم. وقتش شده تا در میان آتش جهل در زندگی مانند یک ققنوس باشیم.